سلام و درود. با قسمت سوم از سری آموزش‌های گرید تریدینگ بینگیکس همراه شما هستم. این قسمت آموزش اسپات اینفینیتی گرید بینگیکس. پیش از آن که به توضیح ربات گرید بی‌نهایت بپردازیم، باید به یکی از نکات مهم در گرید معمول بپردازیم. در گرید معمول شما سقف و کف قیمتی را برای یک ارز دیجیتال تعیین کرده اید و گرید در حال معامله است. ناگهان قیمت به یک باره از سقف قیمتی که شما تعیین کرده اید فراتر می رود و ربات متوقف می شود. چنین نوساناتی معمولاً بهترین فرصت برای کسب سود از بازار هستند و در صنعت کریپتو هم اغلب اتفاق می افتند. اما حیف که در حالت گرید معمولی ربات در این قسمت متوقف شده است. اگر گرید معمولی سقف قیمتی نداشت و در این مواقع نیز می توانست به کارش ادامه دهد، خیلی بهتر نمیشد؟ این درست همان چیزی است که شما در بخش گرید اینفینیتی اسپات می توانید داشته باشید. برای ورود به این بخش کافی است از همان مراحل قبلی این بار در صفحه معاملات گرید در بینگیکس روی دکمه کرییت در بخش اسپات اینفینیتی گرید کلیک کنید. پنل معاملاتی گرید نامحدود یا اینفینیتی اسپات به شکل زیر برایتان به نمایش در می آید. همانطور که در تصویر نیز قابل مشاهده است، دو حالت برای گرید بندی معاملات در اختیار شما قرار گرفته است: الف اتوماتیک یا خودکار، ب دستی یا منیوال. مانند گرید اسپات روی جفت ارز معاملاتی کلیک کرده و از منو جفت ارز معاملاتی مورد نظرتان را انتخاب می کنید. همونطور که مشاهده می‌کنید تنها قیمتی که مشخص شده است کف قیمتی یا پایین‌ترین قیمت است و سقف قیمتی نامحدود در نظر گرفته شده است. به همین خاطر هم عنوان اینفینیتی یا محدود را برای این معاملات گرید در بینگیکس انتخاب شده است. اگر قیمت پیشنهادی را بپذیرید می توانید با همان ادامه دهید و در غیر این صورت با کلیک روی گزینه مودیفای پارامتر می توانید کمترین قیمت یا کف قیمتی را به صورت دستی تعیین کنید. توجه: میزان سود هر گرید میزان سودی است که از هر گرید تقریبا کسب می شود. یعنی در این روش بازه محدود و مشخصی وجود ندارد. بنابراین ربات اینفینیتی استراتژی معاملاتی خود را بر اساس این معیار تنظیم می کند. در صورتی که درصد مورد نظر را پایین‌تر انتخاب کنید، بازه‌های معاملاتی نیز کوچکتر خواهند و اگر آن را بزرگتر بگیرید، بازه‌ها یا گریدها هم درشت‌تر خواهند و در نهایت هم درست مثل حالت گرید اسپات با استفاده از ماژول متحرک پایین پنل که مربوط به سرمایه میزان سرمایه درگیر در معاملات رو مشخص کرده و با کلیک روی کرییت گرید ربات را فعال کنید.